با سلام خدمت دوستان عزیز. یه دونه تبدیل 12 به 220 آوردن بچه ها که موقع اتصالی برق باتری مثبت منفی اشتباه داره. دوستان عزیز اومده، دوستان عزیز اولین کاری که کرده فیوز چل انداخته. بدترین اشتباه است. بعد فنم نداشت، یه دونه فن اضافه کردیم، اومدیم آی جی بی 1 و 2 کلا سوخته بود، عوض کردیم. و مطلب مهمی که دوستان هست، فقط 2 تا خازن 22400 داره. این حتما باید عوض کنید دوستان گلم، حتما. برای تست خروجی اصلا به هیچ عنوان خروجی نداشت، توی قسمت ذوب کرده بود. حالا واسه یه تست بگیریم. الان که میزنیم چراغ سبز روشن میشه ولی خروجی نداره. بعد آی جی بی ها رو عوض کردیم دوستان، 2 تا خازن 22400 رو عوض کردیم، درست شد دوستان گلم. به همین راحتی عزیز. حالا واسه تست این هم درست دوستان گلم، به همین راحتی. 1500 وات 12 به 220. ممنونم.